نلسون آچوا تعریف میکنه که داخل خیابون سافلان پارک توی آکسن هیل بوده و با خانواده‌های دیگه فوتبال بازی میکرده تا اینکه یه ماشین پلیس میاد و اونجا پارک میکنه. میگه یادش نیست که چرا شروع به فیلم برداری کرد، ولی به هر حال فیلم گرفت از ماشین پلیس. توی فیلم دیده میشه که پلیس و یه دختر همدیگر رو بغل و بوس میکنن و بعد عقب ماشین پلیس سوار میشن. تعریف میکنه که اونا 35 تا 40 دقیقه اونجا بودن تا اینکه بیرون اومدن و از هم جدا شدن. دپارتمان پلیس پرنس جورج توی این توییت گفته که اونا ویدیو رو دیدن و دارن در موردش تحقیق میکنن. اونا همچنین گفتن که میدونن افسر پلیس توی ویدیو کی هست، ولی هنوز نگفتن کیه. چند پلیس به شکل غیر رسمی گفتن که افسر پلیس توی ویدیو فرانسیسکو مارلت هست. اون چند سال قبل هم یک پرونده داشته. گفته میشه که اون زمان پسر 3 ساله‌ای دوست دخترش رو کلک زده بوده. مصاحبه پدر اون بچه رو با هم ببین. He would say, Daddy Francesco, which is his mom's boyfriend, hits me in my face and hits me in my stomach and he's really mean. پلیس هایی که اون زمان برای بررسی موضوع رفته بودن گفته بودن که این ماجرا یک حادثه بوده. هیئت منصفه این موضوع رو رد کرد و مارلت رو گناهکار شناخت. البته مارلت قبول کرد که در کلاس های کنترل خشم شرکت کنه و در نتیجه اتهاماتش پس گرفته شد و به سر کارش برگشت. حالا مارلت دوباره با این ماجرا سر زبون ها افتاده.